چیو؟ مهمون بدقلق من واقعا استعداد ندارم. من اعتراف میکنم. آقا شما کارتون خوبه. این کارو معرفی کن دادا. حالا عملی زیا بکنه و من اعتراف میکنم. من هیچ وقت تو زندگیم فکر نمیکنم بتونم خواننده شم. به خدا. حتی یه بیت چه آقا من شعر میتونم بخونم ولی با آواز نه. آره. کلمه میکنم ولی امکان نداره بتونم. آره ولی اینقدر صدام بری. همون آره من صدام صدای آلتو، صداهای آلتو صداهای تنبلی هستند. خب بعد این پستی و بلندی های خوندن رو حال ندارم. صدای مثلا تو جای خودش نمیشه بگی تنبله. صدای شما اگه آلتو باشه تو جای خودش خیلی میتونه استفاده بشه. به خدا اپرا میتونم بگم. بله باشه همین رفتیم تهران شروع می‌کنیم دیگه اصرار باشه، اصرار برای خواننده شدن ماست دیگه. این کارو می‌کنیم. کارو معرفی کن داده. والا این کار اسمش سقوط بود توی آلبوم سوء تفاهم که گفتم مثل شما پیش اومد بیرون. آهنگ و تنظیم و شعرش از محسن ایرانه. دست شما در. بهت نگفتن یخت خود شبیه محسن میخونی؟ والا این کار چرا یه بعضی گفتن ولی اصلا صدا شبیه محسن نیست، صدا شبیه خودت. من جنس صدا تو دوست دارم. شما صدا خوبه داینامیک. نه این کارو خب چون محسن جان زحمت کشیده بود ناخودآگاه یه سری تحریرها رو باید می‌زدیم دیگه توی استایل خود محسن، مثلا کار تو استایلش بود دیگه. شبیه اون شد. بعد یه مقدار دیگه چون خود آهنگساز محسن بود دیگه جاش میراد که مردم یه خود در مورد ملکه صحبت کنیم. چیزی گفتی راجع به ملکه؟ اگه فکر می‌کنی من مهمان برنامه‌ام خیلی ساده ای. بله قربونت. آقا می‌خوای ما دو تا مهمان باشیم شما اجرا کنید؟ اینی که این کارو می‌کنم. کار دست اومده. خدمتتون عرض کنم که یه چیزی گفتی خیلی لطف داشتی به من. گفتی که به نظر من باید سیمرغ می‌گرفتی. نه واقعا حقت بود. خیلی لطف داری. من خدا اینو جدی میگم. یه ذره بذار بی‌تعارف صحبت کنیم، یه ذره از کلیشه دور شیم. من واقعا چیزیه که میدونی اخلاقمو میشناسی، از ته دل دارم میگم. سیمرغ اسمه. من سیمرغ واقعی رو از مردم، ریاکشن های شما دوستان و منتقدین سینما گرفتم. انقدر به من انرژی خوب دادین که من احساس میکنم که کارم خیلی سخت شد. به خاطر همین انتخابم باز دوباره من بعد از ملکه باز دوباره یه سال کار نکردم. باز چرا یه کار کردم، کار علی شاهاتمی، کاری به اسم ژنرال، کار سینمایی. اونم خیلی تعریف شده. خیلی کار خوبی شده. نه اینکه خودم کار کردم. اونم جنگیه ها. آره. چرا همش این کاری بگیم من کاری آره من کلا ببین واسه اینکه فیلمنامه‌ای که این پیشنهاد میشه من خیلی دوست دارم. مطمئناً کار بعد این کار جنگی نخواهد بود. کار سعی میکنم کار اجتماعی باشه. ولی این کار آخرام باشه. ژنرال داستانشو بگو، یه خطیشو بگو، چون داستان جالبی داره. راجع به یک دیدبانیه. یه خطی ملکه هم بگو چون مردم شما. مرسی. ژنرال داستان دیدبانیه که کارش زدن ژنرال‌های عراقیه. فقط ژنرال‌های عراقی رو میزنه توی جنگ. این یه خطیش میشه. یه سری اتفاقات میفته توی جنگ براش. راجع به نقشت کدومه؟ ژنرالی. خب یه دیدبانه که بهش میگن ژنرال. اتفاقی که میفته اینه که راجع ملکه صحبت آره ملکه هم بگو چون هنوز نیومده. بذار راجع ملکه بعد ما داریم نزدیک میشیم به روزهای ایران 12. آره بذار راجع به ملکه هم صحبت کنم. کم ربط